آنالیز بدن کوانتوم که به صورت چمدونی و قابل حمله. تجهیزات داخل دستگاه یک عدد کابله که 2 سری داره که یک سری اون به دستگاه و سری دیگه اون که USB به لپتاپتون متصل میشه. یک فلش که برای ران کردن برنامه و دستگاه باید حتما به لپتاپتون متصل بشه و CD که فایل نصبی برنامه توشه. دفترچه راهنما که کامل استفاده دستگاه و برنامه رو بهتون توضیح داده و حسگر دستگاه رو میبینیم. برای نصب برنامه کافیه که فایل نصبی برنامه رو که توی تلگرام براتون فرستاده شده رو دانلود کنید و از حالت زیپ خارجش کنید و روی گزینه ستاپ بزنید تا برنامه نصب بشه. گزینه نکست رو میزنم، منتظر میمونم نصب بشه، اینستال، و بعد از چند دقیقه برنامه شروع به نصب کردن میکنه. فینیش و برنامه نصب میشه و ما میتونیم اون رو اجرا کنیم. وقتی که برنامه نصب شد روی گزینه تشکیل پرونده یا دوسی میزنم و وارد این قسمت میشم. روی گزینه کاستوم گروپ کلیک میکنم. روی گزینه اگزمپل میتونم جنسیت رو مشخص کنم. روی گزینه تستد پرسن منیج میزنم اد و میتونم اینجا تشکیل پرونده بدم. اطلاعات رو وارد میکنم: اسم، جنسیت، تاریخ تولد، قد، وزن و اطلاعات دیگه مثل تلفن، موبایل، ایمیل و اطلاعات فرد رو وارد میکنم. سیو رو میزنم و گزینه سوم تستینگ رو میزنم و وارد مرحله تست میشم. دستتون رو باید دقیقاً روی قسمت مشخص شده حسگر دستگاه بذارین. وارد صفحه تستینگ میشم، استارت رو میزنم، اینجا دستم رو شناسایی میکنه و دوباره گزینه استارت رو میزنم و شروع به گرفتن آنالیز بدن میکنه. بعد از تموم شدن کار آنالیز اوکی رو میزنم و گزینه سیو رو میزنم و وارد صفحه پرونده ها میشم. دوباره روی گزینه Get Report کلیک میکنم و شروع به گرفتن گزارش آنالیزم میکنه. یک گزارش از آنالیز بدن شما به شما میده که میتونین تحلیل و ترجمهش کنید. برای اینکه آنالیزم رو سیو کنم روی گزینه فول پیج میزنم، وارد این صفحه میشم، گزینه سیو رو میزنم و اینجا میتونم اسم فایلم رو انتخاب کنم و گزینه سیو رو میزنم و یک نسخه وب پیج برای من سیو میکنه.